مربیگری مدرن در مقایسه با مربیگری سنتی. ثبت دستی نتایج و پیشرفت ورزشکار در دفترچه یادداشت. استفاده از اپلیکیشن‌های بدنسازی برای پیگیری پیشرفت، برنامه تمرینی و تغذیه. برنامه‌های عمومی و کلی که برای اکثر ورزشکاران یکسان است. طراحی برنامه‌های تمرینی شخصی سازی شده مطابق با اهداف و سطح آمادگی ورزشکار. توجه کمتر به نیازهای فردی، اهداف شخصی و سطح آمادگی ورزشکار. ترکیب تمرینات عملکردی، استقامتی و قدرتی بسته به نیاز و هدف فردی. مربیگری حضوری بدون امکان پیگیری از راه دور. مربیگری آنلاین و برنامه‌های تمرینی از راه دور برای ورزشکارانی که نمی‌توانند حضوری تمرین کنند.